سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل من. بچه ها همونطور که از تامنیل متوجه شدین توی این ویدیو قرار بریم توی سولو شدن با بی پوش کنیم و چالشی که این ویدیو رو سخت میکنه اینه که خب من میتونستم بیام با برالرهای دیگه ویدیو پوش بگیرم، ولی خب بی خب بازی باش سختره و اینکه پر سولو شدن هم شده. برالرهای مثل کیت و میکو اینا که نو اسکیدن و رسما به تورمون بخورن ما رو میتونن بزنن. کیت میپره رو سرت میمیری، ادگار هم همینطور، میکو هم که اصلا میپره و کلا نمیشه کاری جلوشون کرد. و بی خب مخصوص سولو شدن نیست، معمولا توی مپای دیگه پلی میدن 3-3، حالا شاید تیریو شدن، ولی ما میایم توی سولو شدن پوشش کنیم و ببینیم که چی میشه. امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاد و تا آخر ویدیو همراه من باشید. بریم برای مچ اول. 10 نفر سریع پر میشن، مچ میک نمیکشه و بله یه دونه کیت، 2 تا ادگار و بقیه رو نیدم. خوبه، پلیرهای خوبی انداخته، زیاد ادگار و کیت و اینا نداریم. میکو که اصلا نمیدونم داشتیم یا نه، ولی احتمالا نداریم. یه دونه گیل اینجاست. تیر اولو بهش میزنم بچه تا این زنبور گنده بیاد که خب دمیج بالایی میده و نمیدونم بزنم بهش نزنم بهش، ممکنه میس بره ولی مهم نیست زیاد. کیوبی هم که یه دونه داریم خوبه. نمیدونم گیله اومد اینجا نیومد، رفت بالا یا چی. آره هستش. میزنیم بچه ها تا سوپرمون پرشه و یه دونه استو اینجاست که کشتش یا چی. گیله نمیدونم زنده است مرده یا هنوز اینجاست. یکم چک میکنیم. رفت فکر کنم اینجا نیست، مرد یا چی، ولی استوه دیدم بهش حمله کرد. اینجا چند تا فرانک میریزن رو هم. خوبه بچه ها اینجا باز شده و زیاد یه دونه فرانک اینجاست. بچه ها گیله رفته اونجا چون فکر کنم این استوه بهش گیر داد رفت اونور. یه ادگار اینجاست میخواد تبانی کنه. ما سیگما این داشت فکر کردی تبانی میکنیم. بزنیم این استو بکشیم. بچه ها این گجتو من اینجا کاشتم چون ادگار اگه بخواد به پیروز دارم هرچند هایپر بزنیم میکشه منو. سوپر هم بزنم روش کنشه نمیتونم بزنمش. یه دونه سرج اینجاست که 4 تا پلیریم فکر کنم. سرج آره فرانکو کش، فرانکی که اینجا بود. ما خیلی سوسکی میایم اینجا. سرجو نمیتونیم بزنیم احتمالا. وای میسیم ببینیم ادگار رو بزنه چیکار میکنه. خب رویت شدم منو دید. بزنیم این ادگار رو بکشیم که دوم بشیم حداقل. و بله نمیتونستیم دیگه سرج 9 کیوبیو بزنیم و 8 تا کاپ گرفتیم. ایول بریم برای مچ بعد. خب بچه ها ببینیم چه پلیرهای جلومون خوردن. میکو داریم، کیت داریم، لیلی داریم، ولی ادگار نداریم. خوبه بچه ها. از این زیر میایم خیلی سوسکی. یه تیر حداقل به این گوله بزنیم تا اون زنبور وحشه بیاد و میزنیم به این تا کیوبمون سریعتر باز شه. میکشمت داداش، چی فکر کردی بابا؟ یا خدا یا خدا، بنازم کشتمش. بول که تانکه میگم 10 کا جون داره رو کشتم. بکوب لایک کن. بله این کیوب رو باز میکنیم. خیلی کیوب دور برمونه بچه. امترین جایی که میتونید با بی باشید توی این مپ خب اینجاست قطعا، چون هم از پایین کسی نمیتونه بزندتون. من یه دقیقه اینجا رو چک کنم کسی نباشه. یه لیلی اینجاست. الان میره شادورینگ. بچه برگشت. بله اومد اینجا و بدترین کارو کرد دیگه، میمیره قطعا. آره بچه گفتم همون طور که گفتم میگم اینجا بهترین جایی که یه کمپر به تورتون بخوره و اینطوری بخواد بکشدتون. من اونجا رو چک کردم کسی نبود. خوب زنده در اومدیم ما. بچه ها هر جا رفتین با بی سعی کنید این گجتتون رو بکارید. چرا که مثلا یه ادگاری حالا هر کی اومد تو حلقتون رسما میتونید یه ذره کندش میکنه. حالا تضمینی زنده نمیمونید ولی در
حد و اندازه میتونید یارو بزنید. مثلا من گجتو که اون پایین کاشتم بولو یه ذره کند کرد وگرنه شاید میتونست ما رو بزنه. یه دونه گجت هم همینجا بکاریم که ادگاری کیتی نپر رو سرمون. 3 تا پلیر داریم که یکیش منم، یکیش استو، یکیش پم. و حواسم باشه استوی یهو نیاد اینجا که میکشمش. سعی کی باشه بخواد بیاد اینجا که این پمه احتمالا ما رو بکشه، چون اصلا خشابم نمیومد. من یه دونه بیشتر ندارم، اونم گجت زده بود که خب عیبی نداره. باز دوم میشیم، بریم برای مچ بعد. خب بچه ها یه دونه میکو داریم و حالا بازم شاید بتونه یه تهدید نسبتا بزرگی برامون باشه. اینجا یارو در میره، عیب نداره و اینم میزدمش مثل بوله مچ قبلی اونجا. و میگم بچه کلا نکته که با بی باید رعایت کنید اینه که 100% باید استار پاوری رو بیارید که وقتی این زنبور بزرگه میاد شیلد میگیرید. یعنی بچه من قبلا که با بی پلی میدادم میگفتم نه اون یکی بهتره، که اگه یه بار تیر بزرگه رو میس بدین دوباره بهتون برمیگرده، ولی شیلد خیلی بهتره چون 30% دمیجی که میخورید رو کم میکنه و 30% بود اگه اشتباه نکنم و این خیلی خوبه. و دیدید که به خاطر همینم بود که الان مثلا میمردم اگه شیلدو نداشتم، الان قطعا منو کشته بود چون دمیجش خیلی باله. و بی از اونجایی که چست جونه، رسما 5000 تا جون بیشتر نداره، میمرد قطعا. بچه اینجا رو چک نمی کنم چون این زنبور گنده رو دارم، ریسک دیگه اگه چک نکنی. و بله یه میکود میاد اینجا که ما رو بکشه و مردم دیگه. قرار نیستش بتونم از اینجا زنده در بیام، که زنده در میایم. ایول این یارو اینجا مرد. چستره رفت پایین. میکو میتونست خیلی راحت منو اونجا بزنه، نمیدونم چرا نزد، ولی وضعیت بدی بود. اگه هر 3 تا خشابش رو من خالی میکرد میمرد. چستر از اینجا میومد میزدش که خب خوب زنده در اومدیم. یک اجت من اینجا بکارم. نمیدونم بچه ها بزنم تیرمو اینجا چک کنم یا نه، ولی میزنیم، مهم نیست که بازم کسی نبود. میایم اینجا یه تیر میزنیم اینجا که به پایپر نمیخوره، ولی میکو اونجا میکشدش. میکوه بچه ها بل اجبار با میکو تبانی میکنیم که یه وقت ما رو نزنه، که قطعا میزنه. این میکو آدمی نیست که ما رو نخواد بزنه. آره نمیتونستم کاری کنم. همین که سوم شدیم فکر کنم. آره همین سوم خودش خیلی خوبه و کلا جزو 4 نفر اول باشی کاپ میگیری دیگه، پوش حساب میشه دیگه. چندم بشی عیبی نداره، فقط منفی نخوریم مهمه. بریم برای مچ بعد ببینیم. یه دونه ادگار، لیلی، میکو، کیت، به به کورلیوس. اصلا مچ بهتر از این نمیشه. یه دونه ریکو کنارمون هست که کاری باش نداریم. توانی هم نمی کنم بچه، من سیگمام توانی نمی کنم. هنگ هم داریم. یه کورلیوس طلایی داریم که کسی خب بالاخره اسکین طلایی میخره که با اون برالر خیلی قوی باشه دیگه. یه ریکو اینجاست، ببینم میتونم باش تبانی کنم. اگه تبانی کنه که عالی میشه، چون پر مچ شده. لیلی، چه میدونم، کورلیوس، میکو، ادگار و این خیلی بده. بله میکو اونجا چیزو میکشه. بچه میریم همین. یا خدا یا خدا وضعیت بد جور خرابه. نمیتونستم اون کلمه رو بگم، ولی خب به بزرگیتون ببخشید. بچه ها کونم میخوره رسما. اینجا اومدم جلو کیت میخوام شاخ بازی در بیارم، میام اینجا. خب کار دیگه ای نمیتونم کنم. یه تیر بزنیم اینجا کسی نباشه. بله کورلیوس اونجاست. شانس خوب ما. مچ گوهیه بچه ها، مچ خیلی گوهیه. بچه من نمیذارم این لیلی بیاد، تو باید بمیری لیلی. الان نهایتا میاد اینجا دیگه. یه تیر بزنیم سر پیش بینی که میخوره بهش و میکشیمش. اون تیری که زدم پیش بینی کردم خورد بهش، اون نمیخورد الان منو کشته بود. پس لایکو بزن.
بچه نمیدونم کسی اینجاست یا نه. یه هنگ اینجاست. هنگه رو بکشیم سوم شیم. هنگه رو بکشیم سوم شیم که فرار نکنه. اینم از هنگ. حاجی کوردلیوسه اینجاست. الان ما رو میزنه. بریم اینور. یا خدا اونم کشت. قطعا نمیتونیم کوردلیوس رو بزنیم چون میتونیم اگه یه ذره زجه بزنیم شاید بتونیم. بله میزنیمش. چی فکر کردی من بیم؟ بله اول میشیم. بنازم تو اون مچ گوه بچه ها. یه دقیقه حریفا رو ببینیم کیا افتاده بود. ولی خیلی خوب کوردلیوس رو زدم ها. یا خدا کوردلیوس کاپش 1300 بود. خدای کوردلیوس بود طرف. آره اینجا بالاترین کاپش با کوردلیوس بچه این بیوگاس که آورده چون من اینجا قلب روشونه آورده. و بقیه رو ببینیم. این استوه یا خدا کاپا بالا بود آنچنان هم نه. مثلا این لیلی که بالاخره پیش بینیانه زدیمش 1200 بود. آره اگه این مچو بکنم آره چون باخت نتونست 1200 شو بزنه. آره منفی خورد و اینم میزد. بعد بقیه همه 1000 زیاد بالا نیستن. و بریم برای مچ بعد ببینیم چی میشه. خب یه مورتیس اون پایینه و خوبه مچ خوبیه. اسنایپر زیاده اگه ما زورمون به این اسنایپرها برسه. اون بنده خودم رفت. نه کیوبی پیش من بود نه اون. بریم این کیوب این پایین. حاجی اینجام کیوب نیست. مورتیسه نیاد سمت من میتونه بکشه رسما منو. مورتیس خیلی بده حاجی. میخواستی منو بکشی ها. بکشش. بنازم. هیچ کیوبی گیرمون نیومد و عالی. وضعیت عالیه. بریم بچه اونجا همون که گفتم جای خوبیه. تبانی چه میزنه الان اون شلیه رو میزنم. اصلا فکر نکنید یه دونه سوپر روما خالی کنه میتونه رسما با گجتش ما رو بکشه. نه این چه حرفیه. خب برادر بازه مرد. بازه چه خری بود. بریم از این پایین به این چیز گیر بدیم. حاجی لیلیه اومده اینجا ما رو میزنه. خب آره میریم عقب. ما ریسک نمی کنیم. بله ما رو میزنه. کاش میرفتم رو به این ور ولی زیاد مهم نیست. 2 تا همش من خوردیم. بریم جبران کنیم. و میرفتم اون پایین شلیو میزدم دیگه. اومد لیلی ما رو کشت. فرصت تصمیم گیری بهمون نداد ولی مهم نیست. 2 تا منفی هم خوبه. کوردلیوس داریم. میکو داریم. 2 تا مورتیس داریم و همینا. یک دونه کوردلیوس اینجاست که ما میریم شاخبازی در بیاریم و بزنیمش که گندگوزی میکنم میدونم و میتونه خیلی راحت ما رو بزنه. اصلا بچه ها یا خدا جوجوی چی کار میکنه اومده اینجا دنبال چی هستی آقای فردوسی پور. بزنیم این نوب سگ رو بزنیم. بنازم کشتمش. آقا میشه منو نکشید دوستان. آقای داریل شما 9 تا کیوب داری منو نزن. داداش شاخ بازی در نمیاری برا منو. میکشم اینطوری. نمردی. 2 نفرم ها مورتیس و جوجو هن. جفتشون میتونن منو بکشن. اینجا دارم گندگوزی میکنم. حاجی این داریله منو نزنه. من میمیرم تهش به دست این داریله. نباید بذارم بره تو این چمنه چون بخواد با عنصر گیاه دمیج بده رنجش بالا میاد. یعنی میره بالا و رسما میتونه ما رو خیلی راحت کیل کنه. داریله رفته پایین خدا را شکر و اینجا نیست که ما رو بکشه و هست. نه بالا میکشم. من میکشم بدون کیوب میزنمت. من بیام و یه دونه از این گریه های کاکا سنگی باید بفرستیم تا بامون توانی کنه. نه سعی که باشه بامون توانی کنه. الان میزنمش.
فکر کردی رفت اونا رو بزنه. ایول بنازم یک عدد مورتیس داریم اینجا که گوز کدوم کونی داداش؟ نه تو گوز کدوم کونی که برام نکشتمش که بمیر. یا خدا دلیل 15 کیوبی اونجا منتظر ما رو بکشه. مورتیسو بزنیم. غلط میکنی میای برای ما شاخ میشی. گوه میخوری با جوجو یار میشی که ما رو بزنی. داریل بیا اینجا داریل. کونت میذارم داریل. خب بچه ها بریم برای مچ بعد. سری 10 تا پلیر پر میشه و اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین و خوشتون اومده ممنون میشم که لایک کنین و منو سابسکرایب کنید که کلی به من کمک میکنه. و بریم سراغ ویدیو. یه دونه کیوب اینجاست بچه، یه نفر اینجا هست. حالا کیه؟ امیدوارم که میکوی، ادگاری، چیزی نبود. الان مینی کیت غیب شده میاد ما رو بزنه. شانس که نداریم ما. از اونجایی که بچه من بالاخره شاخم همینجا میمونم ببینم کیه. بالاخره تهش دایناه. خیلی راحت میتونی فرار کنی. یه دونه بمب بندازه زیر پاش از اون ور در میره و فکر نکنم بتونیم کاریش کنیم. حاجی هنوز اینجاست یا رفته؟ 5 نفر به جز خودم، یعنی 4 نفر بیشتر تو بازی نیستن. 3 نفر همه مردن. خب پس ما هم بریم که بمیریم. از اینجا آروم میریم. هنوزم وقت داریم. خدا هم بزرگه. اول میشیم نهایتا. یک برادر پایپری اینجا تیر زد. حالا کسی اینجا نباشه. داینامایت کری میکنه رسما اونجا. چند تا کیوب داری؟ چی؟ از این گنده گوزاییه که کیوب بر نمیداره. تو چی میگی؟ خب یه دونه استو این پایینه، یه دونه ادگار و کیتو، 2 تا لیلی داریم. مچ تقریبا گوهی به نظر میرسه. ولی خب ما بالاخره مچای گوه اول میشیم دیگه. این مچ که چیزی نیست. نه گوه خوردم داشت. لطفاً میرم. نه من ترسیدم عزیز. لطفاً منو نزن. الانم دارم گنده میگوزم، ببخشید. میریم این بالا بچه هاشون. اون برادر خیلی راحت ما رو میکشه. اون تا ما رو نکشه ولکن نیست. اون میاد الان بالا. الان این استوه رو میکشه. بعدی ماییم. نه کی گفته گوه میخوره؟ بیا اینجا ادگار، بیا اینجا. چیز خواستم بگم، چیز یعنی جرأت داری بیا اینجا. نداری دیگه. الان میمیری بدبخت. برو اونور. اول میزو میزنم بعد تو. برادر میزی نمیخواد از جاش تکون بخوره، مجبور میشه بره. ما هم خب قطعا میکشیمش. نه بابا، ما ادگار باید بکشیم. میزی کیه دیگه؟ هیچ کدوم از تیرام میس نمیره. چی فکر کردی بچه؟ میکشمت نوب سگ. دیسلایک هم میدیم از اونجایی که ادگار بود. و به جز خودم 6 نفر تو بازی هن. 2 تا کیوب هم داریم. وضعیت عالیه. عالی. ایول. اینجا چک میکنیم، این پایینم چک میکنیم. کاش اونور بودم. اینجا زیاد. یا علی 2 تا لیلی. وای شاشیدم تو این وضعیت. لیلیه نیاد اینجا. آها همو بزنید. آفرین همو بزنید. منم تو رو بزنم. بنازم تو اومدی اینجا الان میکشمت. نه منو نزنی. منو نمیزنی. منو نمیزنی. بیای تو حلقم کشتمت. حاجی هایپر بزنم همشونو بکشم. نه میان اینجا خیلی سوسکی وای میسیم. بزنش بنازم. ما میایم اینو میکشیم. ما مفخوریم. بمیر. وای لیلی کجا رفت حاجی؟ لیلی بیا. بریم برای مچ بعد ببینیم چی میشه. و این باشه مچ آخر دیگه. تایم ویدیو هم زیاد نشه. و ایول یه دونه ادگار و کورلوس بیشتر تو مپ نداریم. لیلیو کیت نیست. مهم اینه. میکو هم همینطور. میکو هم نداریم. و 3 ساعت الان باید وایسیم تا این کیوبا رو بتونیم باز کنیم. میزنم باز چه. ریکو تو بد گونی افتادی. احساس میکنم من تو گونی افتادم. نظر چیه ریکو؟
یه تیر بهت بزنم. مرسی. حالا دومی تیرم بهت بزنم ایبی نداره، ولی من گنده میگوزم آقای. یا خدا تو منو نزن. بزن اینو بزنیم. خب بزن اینو بزنیم. با ای تو هم خواهی. خب بچه میایم این پایین ببینیم چه خبره. یه دونه جوجو داریم که خب ما رو میزنه قطعا. بنازم دمت گرم پولیس، دمت گرم من نزمین فقط. بنازم. وای کردیوسه منو نجات داد رسما. همینجا بمونیم. حالا ببینی کردیوسه همینجا میاد. بمیر. تو میخواستی منو بزنی؟ آجی کردیوسه اون بالاست، نمیدونم توانیه با هم یا نه، ولی توانی نیست. از این کله خراست. میزنیمش. فکر کردم. آجی برو اون پرلم بزن. اون پرله خیلی پسر بدیه. اون موقع میخواستم ریکو رو بکشم نداشت. بنازم اون بر سر استو زد. 3 نفر موندیم همش. مرسی. بله همین کردیوسه که فکر میکردیم ما رو نجات داده در اصل تهش کشته ما. و بله بچه ها این بود از این ویدیو و با کاپ 1122 ویدیو رو به اتمام میرسونیم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه میشه منو حمایت کنید، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم اگه تونستید بذارید. دمتون گرم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.